که باشی خانه علی راننده بخد نسوری پسرش بیا های نشنیدم نگویه قیمت و شما در اینجا چای کی بجوشاند یه زود باشده آدم گوشش وزنین باشدم دشوار بود است و علیکم السلام معلم جون و علیکم السلام علیکم قیمت و علیکم السلام ماما خوش از خودت جا براید اوه میریم البته میریم Dadam hadi kardan. Ha? خیز دست روی ادراشوی به توی میرویم خونه علی چی ببری؟ یک لباسواری خوب گرفتم تا زن علی خوش می آید قیمت آنها به توی پسری ما هدیه قیمت آورده بودن از پام تا شام کار میکنم همه برای روزگار اما این سرزده تیار که مرا سرلوچ پایلوچ به عالم سر دهد تمام من گفتم آمین کنه مراجعان خدا عمرش دراز کنه الله اکبر هر دوم
معجزه صاف یک سری خود آینه دل را چون معجزه صاف خودی شده حیران سخنهای تو جانم با آن بگویم تو پسری یگانه منی ارمان جان. من میخوام در بزم خدنه صورت تمامی همدیاران خرسندی کنم. برای این من همه کار رو میکنم. باور کن پسرم، توی تو بی نظیر میگذرد. او ارمان پسری مردان. پسر مردان؟ مردان برنگشته است. از کجا؟ میگویند که او کیها در آنجا زن گرفته است. روزی بیچاره در اینجا سرسان یک پسر ختنه کرده نمیتواند. او مردانی بی‌برار در آنجا زن نگیرد میمرد. برازیه اقلا یک پولی پوچک هم نمیفرسته. پسرش کلان شده نابریده میگرده. دیه را حرام کرد. قریب 10 ساله شده است. وای مامورا وای خدا بچه چی کن وای خدا ارمان ارمان چیگا؟ سری مردان را برد. کی را؟ ارمان مرد. از بالای پول خودش را پرتاب. ارمان زودتر ماشین را گردان کن. با تو چی شد؟ روزی دخترکم آرام شد. با تو چی شد؟ با تو چی شد؟ شین شین انا اینجا شین خودت را با دست گیر روزیه.
نفروشی دادا نفروشیم راسیه رفتن نمی شود پسرم راسیه نروه نرفتن نمی شود پسرم نرفتن نمی شود مردم خون دستت ده زیاد برکه اومد برکه اومد نمی شود نمی شود نمی شود نمی شود برکه اومد برکه اومد مردم خون برکه اومد برکه اومد برکه اومد برکه دلال نمی شود برکه اومد برکه اومد روید برکه اومد برکه اومد بله مراد بله مراد برکه اومد بله مراد جاکر بمانده دست درسته از همین مالتان برکه یابم برکه یابید برکه یابم شدی کامرا مراد شدی کامرا شدی کامرا منم در توی خودت تو بینم من مرحمت کن سلامت باشه که جان بردی خوب کردی خودی بندتان میدیم مردم خور غصه نخور پلی ناز گرفتی از حد کم بر راکیرای روسیه نمیرسد نمیرسد؟ دادا جان شما کی رفته با زمینی بابایی کی نگاه میکنه جای تنهاییت رو یافتی رفتیم نه من نمیروم چی شد؟ چی کار کنی؟ ارمان لعنتی ارمان خدا رو شکر همه وقت این کودک همیشه شادی دیگران رو دیده نمیتون هر ناشو هر بلایی که بود گذاشتت بود همه رو گوید نروم ای مردم مهمانا همه به مرکه التماس خواهش میکنم خواهش میکنم اوچه جان دادام کی بار میگردند او برمیگردد البته برمیگردد همه اش خوب می شود تو خواب کن بچه خوابی خوش خوابی خوش В настоящее время абонент не может ответить на ваш звонок. Оставьте сообщение после сигнала. ارمان بر تنه مردم اهمیت نده نه من نمیتوانم برای چی نمیتوانی؟ من دستم حلال نه
ها بچم تینجا است. من دیگر با اون مکتب نمیروم. اونها همه به من میخواندند. بگذار خواندن. سگ عکاس میزند و کاروان میگذرد. من به شما دادم یاری میدیم تا پول به دست آورین. ما و تو چی مصلحت کرده بودیم؟ به گپ و آوازه های مردم اهمیت نداده باید خوب خوانیم. اوچه جان، حالا برای ما مهمتر آن است که مردم حرامم نخواند. از دست من چیزی بگیره. بچه جان تو کمتر از دیگران نیستی. شما این را با آنها گویید. در این دهه من بدتر از مخوام. نمیروم با مکتب. ارمان بارتان برامه؟ چند سوم با میبری؟ 1 سوم. گیر مایلاش ای میدادی میگرفتن ای مایلاش چیکار کردی؟ الو من حاضر میآیم. ای کودک یک کار نتونی نکن آخیر. میبخشه. خیز من خودم میگیرم. خیز یک کار کن که یک از داند بیند. محگیر نمیتونی. نمیتونم گوی. مرد باش. احمق. بچه ها خرا عذاب نتیتون را به خونت بیرو میکوبم. را به خونه بیرو میکوبند. بیرو. السلام علیکم. کجا میگردش؟ لعنتی. همه کی دالا این خری شما؟ این من حرام مورد بیهوده ایم و خوشاکی زیاد صرف کردم. نمیدونم کجا گم کنم. این حیوان به شما لازم نیست مگر؟ این گردین با چی در کار؟ با چیزی کار نمیآید. شاید آن را تبابت کرده شود. ارمان جان من سالهای سال با حیوان ها کار دارم. همه رنگش را دیدم. اما با این خر کسی یاری کردن نتوند. همیشه تا مردنش لنگیده میگردد.
اگر خواهی بگیرش. راست؟ شما آن را به من میدهید؟ از راستی؟ بگیرش من دیر کردم. خیر ارمان جان خیر. بگیرش. این رو میفهمم. من به او گفتم تاثیر نکن. آخر با او فهمونه و باید در صنف 3 خونه اما در صنف 1 میخونه. شما راست میگید معلم. روز پله به درس نرفتین میدونید این جنایت است در نزد قانون. من این رو میفهمم. اگر شما جوابدار میشید. شما در اینجا چیکار میکنید؟ اینجا مکتب نیست. من برای تو اومدم ارمان. ارمان پسرم جان و جگرم معلم راست میگوید. ارمان مکتب رو خوند. نمیروم گفتم نمیروم. ارمان استا چرا خری کس را به خانه آوردی؟ تو چرا خری کس را به خانه آوردی گفتم؟ انا که دلال دادم. دلال؟ همان زخنه حرام؟ آخر رو به چه دارش هم چیزی رو رایگان نمیدهد. خودی سحر این خری لنگد را دفع میکنی؟ نه وال مناسبه. یک جای از بازار پول در میاره. پسرم التماس یک بار گوش کن. آخر تو حالا کودکی بسیار چیزها رو نمیفهمی. این دلال کر به سرمان چارمغز میشکند. تو میدونی او کیست؟ دلال بازار رو با آدمانش خریده میگیرد. یک بار دستت را دهی دیگر سر نمیدهد. این خری من تبابتش میکنم. سلام علیکی اوستا. و علیکم السلام. یا بچه خوش خدمت. یاریش مادر کو. کی یاری بچه؟ ای نه بچه به این خرد حضرت داوود هم مدد کرده نمیتواند. نخود و من گفتم که پروفسور و این کار شما همه که اوستا. سلامت حاج بابا. بچه های تیار. سلامت باشید. نخود چاره ای نداشته باشه. بچه این خرد آدم نمی شود. آدم نمی شود؟ نه بچه این فلک است. باور کن بچه از کجای گرفته باشی ببر. وقت خودت رو وقت مرا ضایع مکن. شاید اینقدر تیز نکن میشود. با آتشدان انگیش انداز. رفتن. ارمان نیست؟ استا. ارمان تو چی کار میکنی؟ نه بچه من به تو میگویم تو چی کار میکنی؟ گفتم برتش خرش از سرش ماند. اشار شابان گفت که پای سالم را
خط گردانده به کتف خر بند و پای میبرا سرده. خر جال توازه راه رفته میشه. تو هم دیوانه یو همان شور چوپان هم این طرف برا نمیشه. میشه چوپان گفت. بندت را گیر پایش را بند من می بردارم بچم تو پایش را بند خوب 1 2 3 آجی جون کمتری دیگر بردارید بردارید انا بردارید انا بردارید آهنگر نتانیست تو منو تو میتانیم اما که اشان گفتن که میشه خرد ناخونه چوبان ها میدونن در دو دوای حیوان ها رو دانتگاهی رفته بیایید و ساز کند نمیتوند اون جاگهی شما آسوده باشید زیخ نشوید چه میشوا بزرگ نمورکی بهار میرسن ها یک عمر نه میزنید نه نزدم بچم آخر تو کدر این خط کجای من کدر اینه بینید بردار ارمان دیدی چی شد؟ نامم گم گفتم که نمیشود خیز میشد اما که اجا گفتم که نمیشود گفتم خوب بچه میشد استاد که اجا گفتم که میشد آخرین بار راو بندت را گیر بردار بچم کنی کش خیس رگار حاجی جان رگار
گوی تاقای دلال کجا میره بی سنبوسی خوره دی گوی تاقای دلال که دلال پولیس هم بود سر کی گیر بچن رحمت چه معجزه است که میبینم. سلام عمک دلال. سلام. بینید من خیلی خود را سیاه کردم. دیدم معلوم میشود که حالا هم خریمان کارایی است. آره اینا کارم سبکتر خواهد شد. همطور خیلی خوب. الحال کار بکن پیدا بیار پول بیار بعد میبینیم. باشد سلام گو. السلام چه جان. و علیکم السلام. ما آمدن. السلام علیکم همسایه جان. و علیکم السلام. چی حال داری؟ خوبم ممنون. از راهگردی زیاد خیلی خسته شدم. کنی یک بیا 6 تا آمین کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الهی آمین. خیرت قدم دفع کل بلاها. قدم رسید بلا نرسد. همین خانه توی خانه و مراد خانه گردد. آمین. الله اکبر. خیر دیگر سلامتی ها نه. نه تشکر. میبینم پسرت پیداگر شده است. ها ارمان جان از کار نمیترسد. به پیر نرو در امانی. این با توفیل من. تشکر به شما عمک دلال. میبخشید من همین خلطه ها را جمع کنم. بمالو فقط عمک نگو. من حالا جوان ارمان جان بچه ها که خوب نه اون خیلی که پدرش در روسیه غیب زد. خرکی من چی کرد؟ ها مثل که شما آن را بخشیده. این همه از تو وابسته. از من؟ با من چی دخل دارد؟ چیکار کرده فهمونم؟ خر هم پول بخصوص خریمان قیمت داره. من حساب کردم که ارمان جان
هر روز با این خر قریب 20 سومانی کار میکند. این درآمدی نقص. گفتم که تشکر به شما مکی دادا. همک نگو. خودت نقص میدونی که در چنین مورد تشکر کم است. نفهمیدم. خود رو به نادانی نزن. تو جوانزنی زیبایی. دیر باش شاید نیست. شاید به تو نوازشی مردانه نرسد. چیکار کرده شده؟ تو چه ها میگویی خدا بخبر؟ گم شو که پای قدمت رو میره با. احترامت رو نگه دار. گم شو پلید. گپت رو تا نیسته گپ زن. اگر من گم شوم خرم هم گم بشود. سرت مانه خرد رو گیر و گم شو. خر نجاست. گم شوم از گرسنگی میمونی. ایستا من گم شوم. همه که دواش باش کار نکنه. خرم رو میبرم. این که خیلی باید. من آن رسیت کردم. ساته رو از مادرت پرس. به جای خدمت تهمت. چی شده چه؟ ما گم شود. سرت نگه. گفتم که با این بشنه پسترا پسترا لعنتی پسترا این که خیلی باید. این برم اینا. همه که دواش سرت نگویم. سرت نگویم. یک آدم تویو یک آدم دیگر این خر. یکی دیگر تو. تو کماشا بی. طرف گذر ارمان. تو کماشا بی. سرت نگویم. پسترا سرت نگویم. تو کماشا سرطان مانده. گوشم. پلید. یه سرطان نامه سرطان نگویم ماشا خیز این طرف گذر. گفتم که با این بیشرم رابطه نداشته باش. دیدی؟ بی ناموس. با کجا؟ ارمان ها میشود. برکه گیر برسیده. رحمت. خای سلامت باش. نگاه چی از پی تسک دارد. اگر من نبودم در عمره به این خانه نشسته بودی. تو گدا چی گفته ایستاده ای؟ گدا خود ددر به من بخشیده بود. دروغ به تو چیزی را نبخشیده بود. این تویی که دروغ میگویی مثل ددر هستی. دروغ گوی. چی گفتی؟ بین نت زدم اشکنا. تو بیزن گمان داری از تو میترسم. من این خراسیت کردم. تو باشیش سوالات میکنی. حالا که رشد نمیتوانی. از تو بهتر میشینم. تو حتی سواری نداری. فهمیدی؟ رام از اینجا. تو چیکار کردی سودی؟ همراه نشو نسیم. تو در عمر به این را برسانده نمیتوانی. چی گفتی؟ اون چی شونیدی؟ بیا گراو. بیا. خواه نخواه من با ولسپیتم.
از خودت که تو پیش میگذارم. با ولی که گرام میبنده. خوش تو چی گرام میگذاری؟ بگذارم این خر باشه. خواهی نخواهی از پس تنها دومش رو میبینی. قول میدی؟ مثل در پشیمان نمیشوی؟ قول میدیم پیش همین شاهدان این خری من خوجهیم. گرام میبندیم. گرام میبندیم. تا پیله تا بایرقی سفید میره تو میایه. فهمان فهمان تیاری تیارم. تیاری تیارم. آمادگی 1 2 3 رفته. کنیوک اینجا بیا. لعنتی نابرت چیکار کردی؟ اینجا بیا. برای چی؟ تو را از خط ندادی ها؟ خدا جوادیر من هیچ کار نکردم. همه کی دارو خدا از گراب سخارا میدیم گو. تو جلوندی بیزاد چی قدر بخری من جست بدی ها؟ ای مردم بینید این نابریدک چیکارها میکنن. خری من او را آرام نمیگذارد. پدرش آنها رو پرتافتک بویختر رفت. اینها چشم به دستی کس دارن. لعنتی نظر جای نگریختن باران نپرتافتن. هم تو؟ پس او کجاست؟ انگازه من پول نمیارن. پول؟ تویت هیچ گاه برپا نمیگردن. فهمیدی؟ لعنتی بشرف تو چه کار کرده ایستادی؟ فرده پدر من بردار ناخلفت را دستی حرامش با کسی نرسد. نکویگم آروم شوی نکویگم. ای بسته آروم شو. بین این کسافت چیکار کرد؟ بین چیکار کرد؟ خری ما را صاحبی کردنی شده. او را از خط تله داد. نه تله ندادم. دروغ من تله ندادم ججو. تله داد؟ تله داد. تله ندادم گو. اتحاد از رفت نابریدم. باز بودگیست آروم شوید لازم نیست. ای بس من اکنون فهمیدم که برای چی پدرش شما را پرتافته رفتن. تو به ایمان بشه ایمان چیکار داری؟ آروم شوید رفتن ترسنوز که او شما را فراموش کردن. اون کس به توی من پول در میارن. خاک در میارن. اکوی دلالی با دخترها نگاه میکردگی شده اما دستت حلال نکرده؟ همین گپا لازم نیست. هیچگاه تویت برگزار نمیشد. تو همین که حرمون میبری. پسر من 1000 بار است و حلالتر و پاکتر. فهمیدی؟ من همچون مومن و مسلمان خدا را شکر توی پسرم را با تمامی قایده‌اش گذرانیدم. لیکن بگذار پسری تو همین که حرمون رو بریده کردن. توی بر خواهد شد. خستی که خوابت. با کلام سلام برابر نشه رفت خونه درو. نه پیش از همه زود توی خواهد شد. فرمان چی؟ اگر شود همون خرزونی تو و من از بحری دلالیم برآمده به بازار نمیبرایم. لیکن اگر توی نشود تو همراهی مادرت عمرباد از این دیه برآمده دست نشوی. من راضی. ارمان شام خورد که به خالتا میشتی. ارمان
تو اول قسم بخور ترمیزک. قسم به نام خدا اگر تو مای شفیع غذا خانسورم را برپا نکنم عمری باد از زمان داره میروم و هیچگاه برده میگردم. قسمت را فراموش نکن. را با بچه برابر نشو. روزیه را بیزر آب قسم خورم. راو خانه را گفتم. مایلش من قسم میخورم. مایلش من قسم میخورم که تو رمضان ترمیزک اگر توی شوی خرم میدیم و از کسب دلالی هم میگذرم. رو گم شو با کودک برابر نشو. گم شو. من گم میشوم لیکن شما روزهای نزدیک عموما از این ده گم میشوه. ببینه همه به خانهش خفه نشوید آچه جان. چخیل خفه نشوم بچم. تو چی کار کردی؟ اکنون از این وضع ما چخیل میبرایی؟ دادم البته می آیند. با من وعده دادند. من با اون کس باور میکنم. تو حالا کودک چقدر کودکان مثل تو چشم براهند که پدرانشان برگرد. میگویند که او در آنجا خانه آباد کرده است. باور نکنید و چه؟ داده ما این خیل آدم نه. اون کس بر میگردم. به نظر من او که ها ما را فراموش کرده است. خواب کن. نه این خیل نه. من اون کس را پیدا میکنم. تو او را چگونه پیدا میکنی؟ البته پیدا میکنم. جان به زمینمون کی درخت میشنانه؟ از چشم آب آوردن لازم. تا آب نبیاریم درخت شناندن معنا ندارد. هوپا 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 آفرین. داده من شما را پیدا خواهم کرد. البته پیدا خواهم کرد. Kilowe. Marama. Marhama.
اصلا سلام. و کجا؟ من از پدرم. پدرت در کجاست؟ در روسیه. در روسیه؟ تو با همین ویلیکت تا روسیه رفتنی؟ ها این بسیار ضرور. خواهش میکنم راه بچه با کجا ایست؟ ما باید به نزد دادم با کجا ایستا میگم؟ التماس ما باید به نزد دادم راه دیه. برگرد اگر نمیزه میسپرم. دادم راه چی گفت؟ نه غیر قانونی سرحد را عبور کردن. اساس ضرور خواهش میکنم راه دیه. ما باید به نزد دادم راه. خواهش میکنم راه دیه. روش کنه بچه خواهش میکنم راه دیه. ارمان تو در اینجا چیکار میکنی؟ شما او رو میشناسید؟ این بچه همسایه من؟ چی گفت ارمان؟ امک علی با همین واشنگتن بررسی رفته این نیسته؟ نمیدونم چی بود؟ اگر میرفته همراه تو میرفتم. مهدار سیاحتچی در کجا بودی ارمان؟ البته پیدایشون نکنم. کجا بودی جان بیبی؟ من بارها گفتم که ختنسوری ارمان را خودمان گذرانیم. چی دارد؟ یک چند موسفید را جیغ میزنیم، آش میکنیم. آنقدر پول زیاد هم در کار نیست. نخود از عهده همین کار نبراییم. اکا آرزوی مردم که ختنسوری پسرش را سزاوار گذراند. او خواهش کرده بود که نگرانش باشیم. چه خیر به اجازت پدر. این خیل باشد. او کجا گم شد؟ پسرش قریب مرد شده است. مردم عیب میکنند. ختنه را سزاوار گذرانیم. سزاوارش باز چه خیل؟ تقا اینجا گپ سر خرچی زیان نیست. گپ سری چی؟ سری چی؟ ارمان به کف کلان سالان همراه نشه. توی با دبدبه میخواهی؟ ای روید شما نمیفهمید. چی؟ بس تو گیر دخترم گیر راه کی رو میابی و نزد همسرت رفت. اکایتان خواهش کردند که شما را پیشواز گیرم. تشکر. سراغه را میدانید؟ منه.
بچه ها ما بریده اومد اینجا چیکار میکنه؟ این ردی داداد نیست فهمیدی؟ حالا تو باز برای ما آب رو حرام میکنی؟ بچه ها بود نبود باز کردن نتواند بهتر از مالنده خواهم زد فهمیدی؟ چی گفتی؟ هرچی شنیدی رافی بقه ای یک دغمسی بیرزی در اصل یک ترسانچه خودش مالقه ترسو چی گفت؟ من ترسو نیستم شنیده؟ به ذاتی حرام توی بچه رو پیر مونه تو ترسانچه کی؟ نو بریده گم شو از اینجا گم شو تو اینجا باز نمیکنی گپ داری چه نگاه میکنی؟ گرچنین شجاعید بیایید بینید که این پول کهنه را عبور کرده میتواند رفتیم گذشته نمیتوانید ترسیده هیچ کس نترسیده نوربه رفته ذهن مانه ترسو آیسته ارمان لازم نیست ارمان لازم نیست شد ارمان بس برگرد میافتی خوش کی ترسو بوده است من نمیروم میرویم با ما میخواندن روش همراه میرویم رفته بچه ها احتیاط باشید نروید بچه ها میافتید رؤوف محکم دار شد بچه برگرده تخته های جانی پیشیدگی وزنش ما را برداشت نمیتواند باور کردم برگرده بچه ها احتیاط شوید
نترس رؤوف بیا به نام خدایی که سبز آفرید آبرا ریز دیگران شناندند ما خوردیم ما میشنانیم تا دیگران بخورند خاک خودش نمیشه خاک بیگانه زر باغ را چی نام میگذاریم؟ باغ ارمان؟ باغ ناز ارمان جان بیا بچه جان خوراک میخوری بیا من برایت اوگرا پختم بیبی جان پای میبرم که دلو مجبور میشود که بنزدیکی خرش را به صاحب اصلیش برگرداند ها کای ها علابی چشم این بی اداب را گرفتن لازم بود بیچاره عدالت وقتش آمد نکرد بچه هایش هم ناعهده برا ناز دختر خوب اما پسر کلانیش ایست و بیستی پدر نه بیبی جان هم بد نه اما حیات را نفهمیده است تو فهمیدی برای آنکه دیدم مرا خوب تربیه کردم تربیه به سن و سال وابسته نبوده است پسر یکه و تنها تربیه کرده من جسمم به وای رسید و عقلا نه همه مهنت هایم برباد رفت
اکنون قسمت من انتظاری. چرا انتظارت بیبی جان؟ نمیدونم پسرم. مرگ می، فرزند می، کدامش که بر وقت در آید؟ من چای مانده بودم. لیکن تو خان پسرم، همه بدبختی ما از بیسوادی و نخواندن است. بیبی جان، بیبی جان، آچه؟ آچه جان! جانی آچه آمده؟ آمدم بچم. دادم کجاست؟ یافته؟ یافته؟ دادا جان! دادا! دادا جان! دادا! دادا جان! دادا! دادا جان! دادا! دادا! چرا گریه میکنه؟ دادم کجا؟ جان دادم اومدم. خیر دخترم، من میروم. خودت رو احتیاط کن، همش ناز میشه. خودم باید توی کلام میکنم. ارمان جان، تو زیق نشو. جونی بیبی، من رفتم. خدایه. تشکر بیبی جان، تشویش داد. این گپ‌هایت رو بون دختر.
تو چیکار میکنی بچه؟ تا ماه رمضان روزهای به شمار ماندن. ما باید خودمان توی برپا کنیم. اون که ما را فروخت معلوم که در زندگی ما شریک نیست. ما تیار نیستیم. باید نزد دلال رفت. این خیلی مگوید آچه. شما نباید پیش چنین ناکس سرخم کنید. اما دادم شایمان خواهد شد که با ما چنین رفتار کرد. باید نزدی آهنگر رو. ارمان جان پولی بیش بود؟ 20 سومونی. والله پدرم مرا میکشد. اما حرف نوربک باور میکند. رفتن کجا؟ همراه ما رفتن رفتن من نمیروم. یا اشکاس نیست گفتم کو؟ سبیل مونده چیگه باشد ها؟ مادر بورک الان بچم کم زد. آفرین نیکو جان همو هیزم مایده مایده شکن. آفرین. من چیکار نکنم؟ ما ارمان جان من این چایونه که گیرو یخت چای دام کرده بیا. اکا ها نشان. دوست بچم. آفرین.
علیکم السلام بیایید همسایه بیایید. خسته نشده دخترها؟ این نیافه جان چی خسته میشوه؟ راضیه لبه ارمان جان بچه بگاه سبزی آش رو خریدن لازم چین 50 کیلو چشم بچه جان وزد تو آرام وایداد دوزیدن توی ویران شد شرمندگی مردم دوزیدن شرمندگی مردم خبر نارا شنیده؟ چی خبره؟ راضیه را غارت کردن پولهای بحری توی در آوردش را دزدیدن. از کجا؟ آنها پولی چی دارن؟ بیش خیزی میکنن دروغ میگن یا طرفستا؟ پول داشتن خودم دیدم تو پلی چین خیلی با من نگاه میکنی؟ راستی گبرا گوید شما انیق نمیدانید که پول ارمان کجا شد؟ چی خیلی پول؟ دهانی حرامت را پشت با شوهری خودت تهمت کردنی؟ این ساعتی کی؟ ساعتی من؟ این در خانه راضیه چیکار میکند؟ آخرین بار گویمت دهانی حرامت را پشت تا کی خامش کردم؟ تو با شوهری خودت دست میبرداری ها؟ ایسو گذار؟ ایسو گذار؟ تو کسافت از کون رفتی ها؟ از کون رفتی؟ شکم از سر شد ایسو گذار؟ ایسو گذار؟ ایسو گذار بگویم ها؟ تو شما چی میخواهید؟ میخواهید که من در عالم شرمنده شم؟ شما میخواهید که من در نزد مردم ارمان جان من خطا کردم عذر مرحمت خیر از آن تو گویم؟ شما همینه میخواهید؟ شما همینه میخواهید؟ من از سحر تا شام کار میکنم تا شما گوشنه نمونه. شما نحتوتی ها در کوچه ها گدایی نکنه. من تمامی ارتده و خیانت های شما را تحمل کردم. شما مرا چی تحریک خواستید پس زده مرا یا اولادم را ارمند نکرده. اگر پولی دزدیده رو بر نگردونه من با بچه هایم میروم. کجا میروی؟ تو با کیلوزی؟ مادر جانک از کلهی سر نزدم تخت زاری میکند که باز گیرمد. پول را بر میگردانید یا نه؟ شما هیچ کجا نمیروید. خیزید بچه ها بارو بخشتان را بردارین میرویم. کجا؟ ایستگاه! شما با هیچ کجا نمیروید. نه هیچ نمیفهمم کی میتواند پلمان رو از شما بگیره؟ بسیار غصه نخور بچم. فردا با تو باید گفتگو میکنن. یگو علاجش رو میابیم. معلم هم وعده کردن که کمک نه چه؟ دیر شد دیر. هیچ کار کرده نمیتونه.
فردا آقی حافظان و چایخانه چی را باید داد. پلی نوش را تقایم اینقدر پول ندارم. این کار دلال حرام خدا لعنتش کنه. من ایمان دارم که این کاری وای ایستا خودی حاضر به نزدش میرم. نه آچه شما این کارده نمیتوانه. اون دوش دیده باشد چی؟ اون باشد پس کی؟ تنها تو را دیدم نمیتواند. میروم و پولمون را میروینم. نه آچه شما نمیروه. میروم پیش رو هم رو نگیر. نه آچه. السلام علیکم. السلام علیکم. باز اومده. بیایید بیبی جان. این چی بیبی جان؟ این پولها برای چی؟ ارمان جان نبیره من هم هست. تشکر بیبی جان. تو جونی بیبی جونی بیبی. باری دیگر السلام علیکم. ما باز آمده. زیق نشده تو؟ السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام اسم جان نازد. برمان جان سوقاتی آورده. بسیار ناز کردید. ولی بیار باشیم. ناز کردید بیار رفتن. نه خاله جان لازم نیست. برای چی نمیگویی دخترم؟ نه نگرازیه. گیر این از نام زنهای دیه. گیر شر ندار. شر نکن. نمیدونم چی گویم. تشکر به شما. ماندانا باشید همسه ها. سلامت باشید. سلامت باشید. السلام علیکم. السلام. عدالت؟ عدالت!
تا که پدر فراموش نشود. بسم الله الرحمن الرحیم. مرحبا. کنی اکی محمد رجب یک دستی دعا کنید. اله آمین. به نام خداوند کریم پیری بدله شود، شخص بزرگ و توانا شود، به خلق وطنش خدمت کند. آمین. الله اکبر. آفرین. آفرین سچینل. آفرین. هیدا دستی سبوکی مبارک شد پسر، مبارک شد. مردک شدی. بچه‌م اکنون باغ بنیاد میکنیم.